مهمونم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من آبا هستم، مدرس ریاضیات و در خدمتتون هستم با یک جلسه آموزشی دیگه. دوستان گلم توی این قسمت قصد دارم که معادلات درجه دوم و سهمی ها رو شروع کنم. اگر ویدیوها رو به ترتیب دنبال کرده باشید، معادلات درجه یک تموم شد. همه مطالبی که در ارتباط با معادله درجه یک و معادلات خطی بود رو براتون شرح دادم. از این جلسه به امید خدا معادلات درجه دوم رو شروع میکنیم و سعی میکنم همه نکات در ارتباط با معادله درجه دوم و سهمی ها رو بهتون توضیح بدم. معادله درجه دوم هم مثل مبحث قبلی شامل چندین ویدیو میشه. ویدیوها رو به ترتیب دنبال کنید تا اطلاعاتتون در ارتباط با معادلات درجه دوم و سهمی ها کامل بشه. ممنون از اینکه منو دنبال میکنید، ممنون از کامنت قشنگ که برام میذارین و با من همراه باشید که بریم قسمت اول رو ببینیم. اولین نکته که در ارتباط با معادلات درجه دوم باید یاد بگیرین اینه که شکل استاندارد معادله درجه دو چه شکلیه. پای تخته رو نگاه کنید بچه. شکل استاندارد معادله درجه دوم به صورت y برابر با ax2 به علاوه bx به علاوه c هستش. همینطور که میبینید اینجا بزرگترین توان x توان 2 هستش. درسته x به توان 1 هم داریم ولی قرار رو بر این گذاشتیم که همیشه درجه معادلمون رو بر حسب بزرگترین توان x بگیم. بزرگترین توان x یعنی اینجا توان 2 هستش، پس این یک معادله درجه دومه. خب همطور که میبینید a ضریب x2 b ضریب x و c هم عدد ثابت ما هستش که در آخر مینویسیم. باید این معادله درجه دوم رو شکل استانداردش رو حفظ باشین چون خیلی باهاش کار داریم. خب حالا اگر بخوایم این معادله درجه دوم رو رسمش کنیم چه شکلی میشه توی جدول مختصات؟ ببینید اگر ما بخوایم معادله درجه دوم رو رسم کنیم توی جدول مختصات به یکی از این دوتا شکل در میاد. یا دهانه سهمی رو به بالا هستش یا دهانه سهمی رو به پایین هستش. خب به این شکلی که الان پای تخته میبینین که به صورت یک یو بزرگه به این میگن سهمی اوکی؟ که به اصطلاح شکل رسم معادله درجه دو توی جدول مختصات. یعنی اگه یه معادله درجه دوم داشته باشیم و بخوایم رسمش کنیم توی جدول مختصات یا به این شکل میشه یا به این شکل میشه، یا به شکل یه سهمی رو به بالا میشه که دهانش رو به بالا باشه یا به شکل یه سهمی رو به پایین میشه که دهانش رو به پایین باشه. البته این سهمی میتونه در جاهای مختلف قرار بگیره، همیشه به اصطلاح اینجا نیست، ممکنه سمت چپ یا راست یا بالا یا پایین بره یا توی یکی از ربع‌های اول، دوم، سوم یا چهارم قرار بگیره و همینطور این سهمی. اوکی؟ پس جابجاییش ممکنه اتفاق بیفته. من نمیگم جابجا نمیشه، جابجا میشه. توی هر معادله یک شکل سهمی کشیده میشه ولی چیزی که مشترکه اینه که یا به شکل یو رو به بالاست یا به شکل یو رو به پایینه توی همین معادلات درجه دو. و نکته دیگه که باید بدونه اینه که این یویی که الان شما میبینید، دست من رو نگاه کنید، این یویی که الان شما میبینید رو به بالا کاملا متقارنه. اوکی؟ یعنی اگر اینو از وسط نصفش کنید این قسمت با این قسمت کاملا برابره، یا همینطور اگر تا کنید این دوتا قسمت کاملا روی همدیگه میفته. پس در نتیجه میگیم که معادله درجه دوم یا همون سهمی توی جدول مختصات وقتی رسم میشه اگر حذفیات نداشته باشه که حذفیات رو بعداً توی معادلات چند ضابطه یاد میگیرید، کاری با اون نداریم فعلا اصلا،
توی مبحث توابع یاد میگیرین، اگر خودش به تنهایی رسم بشه کاملا متقارن، یعنی سمت راست و چپ با هم برابرن. همچنین تو این حالت وقتی که رو به پایین باشه، حالا من نمیدونم شکلش چجوری بهتون نشون بدم، به صورت یو رو به پایین باشه، دوباره سمت راست و چپش کاملا با هم برابر هستش. خب نکته دیگه ای که باید لحاظ کنین اینه که وقتی که ما این حالت یو شکل رو داریم، چون شکل ما متقارنه بچه‌ها، در اصل یه محور تقارن باید داشته باشه دیگه. یه محور تقارن اگه براش فرض کنیم که این سمت و این سمت با هم برابر باشه، این محور تقارن یک جای این نمودار ما رو قطع میکنه، درسته؟ به این نقطه میگن نقطه رأس سهمی، یعنی دقیقاً اون وسط، یعنی دقیقاً جایی که اگر سهمی رو تا کنی این نقطه وسط قرار میگیره. متوجه شدیم؟ خب و اگر رو به پایین باشه، دوباره من بیام چیکار کنم؟ محور تقارن رو بکشم، دقیقاً این وسط بیفته و اینم بازم چیه؟ رأس سهمیه. چه توی نمودارهایی که رو به بالا هستن، چه توی نمودارهایی که رو به پایین هستن ما رأس سهمی داریم که مهمترین نقطه در معادلات درجه دوم محسوب میشه. پس هر زمان که بحث سهمی و معادله درجه دوم به میون اومد و اگر خواستین اون رو رسم کنین، سریع باید بریم سراغ رأس سهمی. خب رأس سهمی همونطور که میبینین یه نقطه است. هر نقطه ای هم توی جدول مختصات یه x داره یه y داره، درسته؟ حالا x و y رأس سهمی فرمولش چیه؟ چطوری ما به دستش بیاریم؟ فرمولش اینه بچه ها، توی رأس سهمی x اگه خواستی به دست بیاری، فرمولش برابر با منفی b به روی 2a. منفی b به روی 2a باید حفظ بشه اینو. پس x رأس سهمی چیه فرمولش؟ منفی b به روی 2a. حالا b چیه؟ b همون ضریب xه. a چیه؟ a همون ضریب x2 که اینجا بهتون معرفی کردم. اوکی؟ وقتی معادلت رو داری a و b و c مشخصه، یعنی از روی a و b و c که داری x رو به دست میاری. حالا y چیه بچه؟ y فرمولش برابر با منفی دلتا به روی 4. این که دلتا چیه به نوبه خودش توی جلسات آینده به طور کامل بهتون توضیح میدم که دلتا چیه. روش دلتا ایکس برای حل معادلات درجه دوم احتمالاً خیلیاتون به گوشتون رسیده یا بلد باشین. این دلتا همون دلتای به دست آوردن جواب معادله درجه دو. اگه بلد نیستین صبر کنین تا زمانی که به ویدئوی حل معادلات درجه دوم رسیدیم کامل براتون بازش میکنم. ولی نکته خوشایند اینجاست که همیشه ما نیازی نداریم که این y رو به دست بیاریم. وقتی x رو به دست بیاریم، یعنی فرمول x خیلی مهمتره. وقتی که x رو به دست بیاریم، مقدار x رو میتونیم بذاریم که معادله‌ای که داریم xش رو که جایگذاری کنیم یش خودش به دست میاد. یعنی دیگه عملا نیازی به استفاده از این فرمول منفی دلتا به روی 4a نیست. فقط برای اطلاعات عمومی خودتون گفتم که بدونین هر نقطه‌ای مثل این نقطه رأس یه x داره یه y. فرمول به دست آوردن x رأس سهمی منفی b به روی 2a هستش و فرمول به دست آوردن yش منفی دلتا به روی 4a که گفتم اگه اینو به کارم نگیری مشکلی پیش نمیاد. شما هر وقت x رو به دست آوردی x تو بیا جایگذاری کن توی معادله درجه دومت، حسابش کن y به دست میاد. همون y که به دست میاد برابر با همون y که از این فرمول به دست میاد. یعنی در اصل y پیدا کردن y سهمی دو تا راه داره، یکی با جایگذاری x، یکی از طریق این فرمول که جایگذاری روش راحت تری هستش. خب پس یه دور سریع مطالبی که گفتم براتون جمع کنم و بریم سراغ حل کردن مثال از معادلات درجه دوم. گفتم شکل استانداردش به چه شکلیه؟ باید حفظ باشین. y برابر با ax2 به علاوه bx به علاوه c. درجه دوم چون بزرگترین توان xش 2، a ضریب x2، b ضریب x و c عدد ثابته. اگر بیایم رسمش کنیم توی جدول مختصات، یا به صورت یه یو رو به بالا میشه یا به صورت یه یو رو به پایین میشه.
که گفتم این نمودار کاملا متقارنه که بهش سهمی میگن، اسمش سهمیه. سهمیه ما کاملا متقارنه، سمت چپ و راستش با هم کاملا برابره. اگر ما یه محور تقارن در نظر بگیریم، محور تقارن توی نقطه‌ای که نمودار سهمی ما رو قطع میکنه، اون نقطه میشه رأس سهمی ما. فرقی نمیکنه که سرش رو به بالا باشه یا رو به پایین. رأس سهمی یکی از نقاط بسیار مهم توی سهمیه، مخصوصا توی رسم سهمی. و اینکه رأس سهمی یه نقطه مثل همه نقاط توی جدول مختصات، هر نقطه یه آدرس داره. آدرسش چیه؟ یه x داره یه y، که x و yش فرمولش اینا هستن. x رأس فرمولش منفی به روی 2a و y رأس فرمولش منفی دلتا به روی 4a. که گفتم زیاد لازم نیست از y استفاده کنی، x رو که به دست میاری توی فرمول جایگذاری میکنه، yش به دست میاد. خب خیلی از نکات دیگر رو صبر داشته باشید، من اطلاعاتتون رو راجع به سهمی ها و معادلات درجه دوم کامل میکنم. با من همراه باشید که بریم مثال اول رو حل کنیم. دریچه ورود به دنیای سهمی ها و معادلات درجه دوم رو از رسمش آغاز میکنم. اول رسمش رو یاد بگیرید، بعد مرحله به مرحله میریم و همه نکات ریز و درشت در ارتباط با معادله درجه دوم رو یاد بگیریم. خب اگر بخوایم که یک نمودار درجه دوم رو رسم کنیم، باید چی کار کنیم؟ باید تفتر نگاه کنید. نمودار سهمی به معادله y برابر با x2 به اضافه 2x منهای 8 رو رسم کنید. از ما رسمش رو خواسته، رسم دقیقش رو خواسته. خب پای تخته رو نگاه کنید بچه‌ها. معادله ما چه شکلیه؟ معادله ما به صورت y برابر با x2 به علاوه 2x منهای 8. با من همراه باشید. اولین کاری که میکنین آ و ب و س رو تعیین میکنید. آ و ب و س چی بود؟ این بالا نوشتم، پاکش نکردم. آ همون ضریب x2، ب همون ضریب x و س هم عدد ثابتتون بود. اینا رو تعیین کنیم. خب میگیم توی این معادله آ چیه؟ ضریب x2. خب ضریب x2 الان ضریب نداره. گفتم هر وقت x ضریب نداشت، ضریبش 1 بوده که ننوشتیمش، چون ضریب 1 قابل صرف نظر کردن، میتونیم بنویسیم میتونیم ننویسیم که معمولا نمینویسم. الان ضریب x2 چیه؟ 1. پس آید 1. ب چیه؟ ب ضریب x مثبت 2، همیشه با علامتش بنویس، مثبت 2، اینم مثبت 1. خب سی چیه؟ سی عدد ثابت آخره، با علامتش بنویس، منفی 8. پس آ و ب و س تعیین شد. بعد از اینکه آ و ب و س رو تعیین کردی، سریع میری سراغ پیدا کردن نقطه رأس سهمی. گفتم مهمترین نقطه توی سهمی ها چیه؟ مخصوصا برای رسمش نقطه رأس سهمیه. رأس سهمی هم فرمولش رو بهتون گفتم باید حفظتون باشه. همین الان حفظش کنید. میخوام رأس سهمی رو به دست بیارم. خب اول از همه ایکسش رو به دست میارم. میگم ایکس رأس سهمی فرمولش چی بود؟ منفی ب به روی 2a. خب ب ما الان چیه؟ ب ما الان 2 مثبت 2. یه منفی تو خود فرمول داره، میشه منفی 2 به روی 2a، یعنی 2 ضرب در a. 2 ضرب در آمون چند بود؟ آمون 1. پس میشه منفی 2 به روی 2 که میشه منفی 1. پس x رأس سهمیمون شد منفی 1. اوکی؟ خب بعد از اینکه x رأس سهمی رو به دست آوردیم یه جدول میکشی. جدول چطوری؟ جدول اینجوری x y، جدول نقطه یابی. هنوز نرفتم سراغ رسم. جدول نقطه یابی. یادتونه توی معادلات درجه 1 وقتی میخواستیم رسمش کنیم به چند تا نقطه نیاز داشتیم؟ به 2 تا نقطه نیاز داشتیم. وقتی 2 تا نقطه رو داشتیم از یک خط 2 تا نقطه رو به هم وصل می‌کردیم و امتدادش می‌دادیم از دو طرف، خطمون رسم می‌شد. حالا اگر بخوایم یک سهمی رو درست و حسابی و دقیق رسم کنیم به 3 تا نقطه نیاز داریم ازش، که نقطه وسط حتما باید نقطه رأس سهمی باشه، نه هر نقاطی که دلمون خواست. متوجه شدین چی شد؟ پس یه بار دیگه تکرار میکنم. اگر خواستیم یک سهمی رو درست و حسابی رسم کنیم 3 تا نقطه نیاز داریم.
از اون سهمی که رسمش کنیم، اونم نه هر نقاطی که دلمون خواست. با برنامه ریزی شده نقطه وسط باید حتما نقطه رأس سهمی باشه. خب پس این نقطه وسط ما که نقطه رأس سهمی باید باشه. خب ایکس رأس سهمی رو قبلا به دست آوردی. ایکسش چی بوده؟ ایکسش -1 بوده، ما به دستش آوردیم. این منفی. ایگرگش رو نمیدونیم. گفتم ایگرگش 2 تا راه داره برای به دست آوردنش. یا که بیای از طریق فرمول منفی دلتا بر 4a اقدام کنی که من اون رو به توصیه نمی کنم چون راه طولانیه. یه راه خیلی بهترش اینه که ایکسی که به دست آوردی داخل این معادلت جایگذاری کنی تا ایگرگش به دست بیاد. خب بیایم جایگذاری کنیم. -1 رو به جای همه ایکسات بذار. -1 ایکس دیگه به جای همه ایکسات -1 بذار. -1 به توان 2 میشه -1. یه مثبت 1 اینجا داریم. -1 ضرب در 2 میشه -2. -2 -1 میشه -1 تا اینجا. -1 و -8 میشه -9. اگه بلد نیستی بیا بنویس جایگذاریش کن، ولی کم کم سعی کن روش ذهنی رو جایگزین نوشتن کنی، چون دیگه این ذهنی به دست آوردنش کاری نداره. خب نقطه وسط رو پیدا کردم. خب حالا باید یه نقطه این برای رأس پیدا کنم، یه نقطه این برای رأس پیدا کنم. خب بهت توصیه میکنم که نقاط اینور و اونوری که میخوای پیدا کنی سعی کن به یک فاصله باشن از ایکس رأس. یعنی چی؟ یعنی مثلا این -1 تو یه واحد بیشتر بده میشه 0، یه واحد کمتر بده میشه -2 برای پیدا کردن اون 2 تا نقطه دیگه. کلا ما x میدیم y تحویل میگیریم. این به کنار. حالا رأسشو که پیدا کردی برای پیدا کردن نقاط این و اونورش به یک فاصله عدد بده. یعنی اگه این یک واحد بیشتره این ورش یک واحد کمتر بده، یا میتونه اگه 2 واحد بیشتر میده اینجا 2 واحد کمتر بدی. اوکی؟ یا 3 واحد بیشتر 3 واحد کمتر، ولی مقدارش با هم برابر باشه. خب حالا این اعدادی که داریم جایگذاری کنیم به جای x همون تا y همون رو تحویل بگیریم، چون 3 تا نقطه می‌خواستیم. خب -2 رو بذارم. -2 به توان 2 میشه -4. -2 ضرب در -2 میشه -4. این -4 -4 با هم خنثی میشن. چی میمونه؟ -8 میمونه. این است. 0 رو جایگذاری کنم. 0 رو جایگذاری کنم جای x این میشه 0. این میشه 0 -8 میمونه. خب اگر درست رأست رو پیدا کرده باشی و درست نقطه یابی کرده باشی و این فاصله ها رو رعایت کرده باشی، ایگرگ اینور و اونور نقطه رأس با هم برابر میشن. همیشه ایگرگ اینور و اونور باید با هم برابر بشن. این برابر بودن به خاطر چیه؟ به خاطر همون دلیل متقارن بودن سهمی شماست. خب حالا بریم سراغ رسمش. من یه جدول مختصر میکشم، محور x محور y. دلیل اینکه این شکلی میکشم چون بیشتر توی قسمت منفی y ها کار دارم، به همین خاطر این شکلی کشیدمش. خب نقطه آبش میکنم. اول نقطه رأس -1 و -9. این -1 اینم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. این میشه نقطه رأس. خب اینجا بنویسم برات -9. اینم -1. خب بعدی 0 و -8 میشه اینجا -2 و -8. این -2 میارم پایین، اینم -8. اینم -8. خب حالا میای نگاه کن، شکل سهمیت مشخص شد. ببین این 3 تا نقطه رو این حالت مثلثی دارن، اینو باید بکشی میشه سهمیت. اینم از سهمی شما. میبینید که دهانه سهمیت رو به بالاست. اوکی؟ خب کم کم آشناتون کنم با یه سری مسائل. وقتی دهانه سهمیت رو به بالا باشه بچه ها، حتما ضریب x دوت یعنی همون آت مثبت، عدد مثبتیه. الان نگاه کنید ضریب x2 آ چیه؟ مثبت 1، یه عدد مثبته.
وقتی که ضریب x2 یه عدد مثبت باشه دهانه سهمیت رو به بالاست و همچنین برعکسش وقتی که ضریب x2 یا همون آی شما عدد منفی باشه دهانه سهمیت رو به پایین قرار میگیره. همینطور که میبینید سهمیه شما رو به بالاست، سهمیه شما محور ایگرگ ها رو توی نقطه منفی 8 قطع کرده. دقت کن این منفی 8 توی معادله دنبالش بگم منفی 8 کجاست؟ اینجاست. اینا همه به نوبه خودش کامل براتون باز میکنم اما بعد خواهم گوشتون آشنا بشه. پس یه نتیجه گیری دیگه هم کردیم که این سی که آخر داریم یعنی همون عدد ثابته در اصل یه چیزی حالت مثل عرض از مبدأ، یعنی همون نقطه‌ایه که سهمیه شما تو اون نقطه محور ایگرگ ها رو قطع میکنه. متوجه شدین؟ پس همونطور که دیدید سهمیمون توی نقطه منفی 8 محور ایگرگ ها رو قطع کرده و عدد ثابتی هم که آخر داریم منفی 8. اینا با هم مرتبطن. پس رسمش رو یاد گرفتین. رسمش چی بود؟ گفتیم اول آ و س رو تعیین میکنین، بعد x رأس رو طبق فرمولش جایگذاری میکنی، بعد از اینکه x رأس رو پیدا کردی یه جدول x و y میکشی. 3 تا نقطه نیاز داریم که وسطی حتما باید نقطه رأس باشه، حتما. خب x رو که پیدا کردیم اینجا میذاریم جایگذاری میکنیم، y به دست میاد. بعد نقطه بعد و قبلش رو با یک فاصله از x رأس انتخاب میکنیم، مثلا 1 واحد بیشتر 1 واحد کمتر یا 2 واحد بیشتر 2 واحد کمتر. عدد میدیم جایگذاری میکنیم. اگر درست جایگذاری کرده باشیم ایگرگ این بر و اون بر نقطه رأس باید با هم برابر باشن که دلیل برابر بودنش همون حالت متقارن سهمیه و بعد میایم نقطه یابی میکنیم توی جدول مختصات رسمش میکنیم. سهمیتون رو نکتیز نگیریم بچه ها، نکتیز نکشینش، این نکتیز نیست، مثل حالت 7 و 8 نیست، این حالت گرد داره. منظورم اینه که این پایینش حالت خمیدگی داره، نکتیز نیست. بهتون گفتم که سهمی رو به بالا باشه همون دلیلیه که ضریب x2 مثبت باشه، یعنی ضریب x2 مثبت باشه سهمی رو به بالا، ضریب x2 منفی باشه سهمی رو به پایینه. همینطور نقطه‌ای که سهمی محور ایگرگ ها رو تو نقطه قطع میکنه، یعنی در از حالت عرض از مبدأ، همون عدد ثابت آخریته. خب امیدوارم که یاد گرفته باشین، با من همراه باشین که بریم سراغ یه مثال دیگه. انقدر مثال کار میکنیم که شما این موضوع رو از بر باشین. بریم سراغ یه مثال دیگه. به مثال پای تخته نگاه کنید. دوباره گفته که نمودار سهمی به معادله منفی 2x و منفی 2y منفی 12x مساوی با مثبت 18 رو رسم کنید. خب همونطور که میبینید این یکم قالبش فرق میکنه، انگار چیزایی جابجا شده. شما قالب استاندارد رو اینجوری یاد گرفتین، حالا اگر این مدلی به ما دادن چیکار کنیم؟ الان نگاه کنین ایگرگ خودش ضریب داره. خب وقتی که جابجا بهتون دادن قبل از هر کاری اول اینو برمیگردونین سر قالب اصلیش، یعنی سر همون شکل استانداردی که داشت. اوکی؟ بعد از اینکه به شکل استاندارد تبدیلش کردید دوباره همون کار رو براش انجام میدید. حالا چطوری برش کردم سر شکل استاندارد؟ نگاه کنین می‌نویسمش منفی 2x2 منفی 2y منفی 12x برابر با 18. خب دوستان اینجا ما یاد گرفتیم که اول باید ایگرگ باشه، بعد مساوی، بعد همه عبارت ها اون طرف باشن. درسته؟ الان هم همون کار میکنم. منفی 2y رو همینجا سمت چپ نگه میدارم، مساوی میذارم، بقیه رو هم میفرستم اون طرف کنار 18. بعد به ترتیب اول x2 رو میفرستم، منفی x2 بره اون طرف میشه مثبت 2x2. خب منفی 12x بعد نوبت x، منفی 12x بره اون طرف مساوی. الان نگاه کن سمت چپ مساوی، الان قرار سمت راست مساوی بنویسیمش، میشه مثبت 12x. و بعد بریم سراغ عدد ثابت که عدد ثابت خودش از اول سمت راست بوده پس علامتش تغییر نمیکنه، الان هم سمت راسته میشه مثبت 18. متوجه شدین؟ خب حالا همونطور که توی شکل استاندارد میبینید ایگرگ کنارش هیچ ضریبی نداره.
خب پس ما هم باید اینو به شکلی در بیاریم که ایگرگ کنارش هیچ ضریبی نداشته باشه. چیکار کنیم ضریب ایگرگ از بین بره؟ الان ضریب ایگرگ منفی 2 میریم تک تک جملاتمون رو تا آخر تقسیم بر منفی 2 میکنیم که ضریب کنار ایگرگ از بین بره. خب ضریب کنار ایگرگ از بین بره، منفی 2 ایگرگ تقسیم بر منفی 2 میشه ایگرگ. این تقسیم بر منفی 2 میشه منفی ایکس 2. این تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 6x. این تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 9. الان به شکل استاندارد در اومد، یعنی به شکل همون y برابر ax2 به علاوه bx به علاوه c در اومد. خب وقتی شکل استاندارد در اومد گفتم اولین کار چیکار میکنی؟ a و b و c رو تعیین میکنی. آیش الان برابر چیه؟ ضریب نداره، ضریبش یکه ولی علامت منفی هم کنارشه، پس آید منفی یکه. خب ب چی بود؟ ب ضریب x بود، چیه؟ منفی 6 با علامت می نویسی. سی چیه؟ سی عدد ثابته برابر با منفی 9. خب بعد از اینکه آ ب و س رو تعیین کردی چیکار میکنیم؟ یعنی x رأس رو پیدا میکنیم. مهمترین نقطه میگیم برابر با منفی ب به روی 2 x رأس ما. خب منفی ب بمون خودش منفی 6ه. اینجا تو فرمولم یه منفی داریم، پس میشه منفی 6. دقت داشته باشین. 2 ضرب در آیمون منفیه که میشه 2 ضرب در منفی 1. خب این میشه مثبت 6 تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 3. پس x رأس ما منفی 3. بعد میایم چیکار میکنیم؟ میایم یه جدول میکشیم، جدول x و y. گفتم 3 تا نقطه باید داشته باشی که وسطی باید نقطه رأست باشه. x رأست چیه؟ منفی 3. پس اینجا منفی 3 رو میذارم. بعد میام چیکار میکنم؟ توی این معادله که دارم x و منفی 3 میذارم تا y هم به دست بیاد. x و منفی 3 بذاریم، منفی 3 به توان 2 میشه مثبت 9. حالا مثبت 9 پشتش منفی داریم، اینجا منفی 9. منفی 9 و اینجا داریم، منفی 3 ضرب در منفی 6 میشه مثبت 18. مثبت 18 و منفی 9 میشه مثبت 9 تا اینجا. مثبت 9 و این منفی 9 میشه 0. پس y در اومد 0. بعد نقاط بعدی این ور اون ورش رو گفتم به یک فاصله یکسان نقطه میدیم. مثلا این سری 2 واحد بیشتر میدم، 2 واحد کمترم این طرف میدم. 2 واحد بیشتر بخوام این طرف بدم میشه منفی 1. 2 واحد کمتر بخوام بدم میشه منفی 5. درسته؟ حالا این نقاطی که داریم جایگذاری میکنیم توی معادلمون. این معادله اصلیمونه، دورش خط بکشم. جایگذاری میکنیم توی معادلمون که ایگرگاش به دست اومد. اگر درست عمل کرده باشیم باید ایگرگای این طرف و اون طرف نقطه رأسمون با هم برابر باشه. خب منفی 5 رو بدم. منفی 5 به توان 2 میشه مثبت 25. یه منفی پشتشه، پس میشه چی؟ میشه منفی 25. منفی 25 اینجا. منفی 5 ضرب در منفی 6 میشه مثبت 30. مثبت 30 و منفی 25 تا اینجا میشه مثبت 5. مثبت 5 و منفی 9 میشه منفی 4. این از این. خب منفی 1 بدم. منفی 1 به توان 2 میشه مثبت 1. یه منفی کنارشه میشه منفی 1. منفی 1 رو اینجا بذارم میشه مثبت 6. مثبت 6 و منفی 1 میشه منفی 5. مثبت 5. خب مثبت 5 دارم و یه منفی 9 هم اونجا دارم، اونم میشه منفی 4. همونطور که میبینی ایگرگ های این طرف و اون طرف نقطه رأست با هم برابر در اومد. حالا میام سراغ رسمش. دیگه رسمش کاری نداره. خب اول نقطه رأس رو پیدا میکنم. منفی 3 و 0. این منفی 3 و 0. این از بعدی منفی 5 و منفی 4. این منفی 5. اینم 1 2 3 4. اینم منفی 4 میشه این نقطه. این منفی 4. بعدی منفی 1 و منفی 4. این منفی 1 ادامهش میدم. اینم منفی 4. بس این منفی 1 بود، اینم منفی 5 بود. حالا میام چیکار میکنم؟ رسم میکنم سهمیمو. همونطور که میبینی باید رو به پایین رسم بشه. کمی کج کله شد. به این شکل رسم میکنیم و این میشه سهمیه شما. خب
بچه دهانه سهمی رو به پایینه. این نمایشگر چیه؟ نمایشگر اینه که ضریب x2 منفی بوده. همونطور که می‌بینید ضریب x2 اینجا منفی بوده، منفی 1 بوده یا منفی هر عدد دیگه ای باشه. حالا توی مثال قبلی اتفاقی ضریب x2 1 بوده، ولی همیشه ضریب x2 لزوما 1 نیست. بعد ارزم به حضور شما اون نقطه‌ای که الان ما پیدا نکردیم، ولی شما میدونید این نقطه‌ای که به اصطلاح سهمید محور ایگرگ ها رو قطع کرده همون عدد ثابتی که در آخر میبینی. یعنی نقطه چیه؟ نقطه منفی 9. دیگه ریزکاری های بعدی که میشه نقاط برخوردش با محور x ها بمونه برای جلسه بعدی، باید اول حل کردن معادلات درجه 2 رو یاد بگیرید. بعد یه ویدیو میذارم ارتباط بین حلش و رسم معادلات درجه دوم که اطلاعات شما رو تو این زمینه کامل میکنه. خب امیدوارم که رسم معادلات درجه دوم یا همون سهمی ها رو به خوبی یاد گرفته باشین. قانونهاش همین هاست. همیشه 3 تا نقطه میخوان، همیشه نقطه وسط باید رأس سهمی باشه، این بر اون بر نقاطش باید به 1 فاصله از x باشه، اگر درست حساب کرده باشه ایگرگاش باید برابر باشه، دهانه سهمی رو به پایین بود، عاید منفیه، دهانه سهمی رو به بالا بود، عاید مثبته و نقطه‌ای که سهمید محور ایگرگ ها رو قطع میکنه همون عدد ثابتیه که در آخر معادلت داره، یعنی همون عدد c. خب دوستای عزیزم امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و ممنون میشم از اینکه کانال رو حمایت کنید. کانال رو به دوستانتون معرفی کنید که کانال ریاضیات با آوا هر روز بزرگتر بشه و منم انگیزه بیشتری بگیرم که برای شما عزیزان ویدیو تهیه کنم. تا جلسه بعدی که میبینمتون، خدا یار و نگهدارتون.